در هر کشور بیای قدرت بگیره و باز بسیار به سادگی به عنوان حکومت پذیرفته شود. فکر میکنم که این حالت باز دامنگیر تمام دنیا میشه و نظم جهانی را برهم میزنه. بناهن ما تابع قوانین ملی و بین المللی هستیم. قانون افغانستان حکم میکنه که اگر رئیس جمهور فراری شد، مریض شد و یا مفقود الاثر شد، جانشینش موجود است که قانون اساسی ما حکم میکنه. بناهن تابال حکومت طالب ها را هیچ کشوری به رسمیت نشناخت و ما از جامعه جهانی تقاضای ما است که این امتیاز را به طالبان ندن. طالب ها به ایجاد یک حکومت ملی اعتقاد ندارند. طالبا به حق حقوق زن اعتقاد ندارند. طالبا میخواهند که تمام موارد از راه تفنگ و زور حل بکنند. اگر امروز دنیا در رابطه به افغانستان توجه نکنه، با صراحت گفته میتونیم که این امکانات نظامی که با قیمت 85 میلیارد دلار در اختیار طالبان قرار گرفته و این خطر بزرگی است برای دنیا. ما با طالبان وقت داخل صحبت خواست شوم که طالبها به قوانین بین المللی، به قوانین انسان، به قوانین جامعه بشری، به حقوق زن، به حقوق کودک احترام قائل باشند. تا وقتی که طالبها به این اصل احترام نکنن، به هیچ وجه با طالبان حاضر نیستم که داخل صحبت شوم.